الله منتظر است که یک انسان یک قدم خیر و درستی نسبت به الله برداره تا اینکه الله او رو قبول بکنه، تا اینکه مورد قبول الله قرار بگیره. به خاطر همین هم هست که علما می‌فرمایند انسان‌ها شما همیشه از الله بخواهید که الله شما رو قبول بکنه. همیشه این دعا رو بکن که الله من رو قبول کن، ای الله من رو قبول بکن، رد نکن یا الله. چون که خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد سرورانش بگیرم که الله کسی رو رد نکنه. چطور انسانی باشه و انسان، چطور گناهکاری باشه و گناهکار، چطور افعال زشت و پلید و نادرستی انجام داده باشه که الله رب العزت و جلال انسان رو رد بکنه، قبولش نکنه. وگرنه در قبولیت الله رب العزت و جلال به روی همه انسان‌ها بازا هر آنچه هستی بازا، در گبر و یهود و بتپرستی بازا. این درگه ما درگه نامیدی نیست. 100 بار اگر تو بشکستی بازا، هر اتفاقی افتاده دوباره توبه بکن، دوباره عزمت رو جزم کن، دوباره آماده و مهیا بشو برای اینکه با پروردگار خودت ارتباط برقرار کنی.